را بگو. معذرت بخوایم از دنیا معذرت بخوایم بچه معذرت بخوایم میخوایم این گپ خلاص شود دیگه چون نمیخوایم دمی دراما باشم اوکی از آنیا میشنوه لطفا وطنداره که لایف شیر کنین هشتیم گپ زدیم او یک مذاق بود من نمیفهمم که ما به کدام طریق از کدام راه میتونم مثلا همین مشکلی که جور شده ما حل کنم یعنی من نمیفهمم اگر چی من کل چیز خوب سعی درکم میکنم اوکی نجاتی ولی دیگه نمیخوایم دمی بازی باشم چون من از بازی خسته شدم دیگه نمیخوایم دمی بین می بازی باشم زیاد در بازی بودم این بازی زیاد مرا زیاد میخواد دیگه نمیخوایم باشم دیگه من میتونم چی رقم یعنی از بازی بیرون شوم چطور میتونم که تو رو ما چی میگم ما چی میگم اتا نه اوکی گم من خلاص برای چی رقم کنم چی رقم ولی میگه وطندار شاهد است بگو قضیه را بگو قضیه را بگو معذرت بخوایم از دنیا معذرت بخوایم بچه معذرت بخوایم میخوایم این گپ خلاص شود دیگه چون نمیخوایم دمی دراما باشم اوکی از آنیا میشنوه لطفا وطنداره که لایف شیر کنین چشمم چیوی که دارید لایف شیر کنین دیگه چیزی که گفته گپ تا بگو که وطنداره بفهمن چی گفته چی نگفته خب بگو نه خب ها خب بگو چی گفته خب بگو نه او مای گاد